سلام، روزتون بخیر. بریم برای تحلیل ING از ویکلی تا 15 دقیقه و آخر تحلیلمونم میریم روی ارز اتم، ستاپی که دیروز عصر بود بهتون دادم و اونو چک کنیم ببینیم که نتیجهش چی شده. خب ببینید کندل ویکلیمون تازه باز شده. ماسلیو خب قبلا براتون تحلیلش رو گذاشتم، اما الان از ویکلی شروع میکنیم چون که امروز شروع کندل ویکلیمونه و بازار میتونه نوسان داشته باشه. حالا همینطور که تا الان اگه چک کرده باشید یه سری نوسانات داشته، اما خیلی باید حواسمون باشه به شروع کندلا. چرا؟ چون که یه حرکت فیک دارن، یعنی میتونه این بالاییمون حرکت فیک کندل باشه، میتونم صعود باشه. پس برای همین ریسکیه دیگه. توی زمانی که کندل هفتگی یا مانسلیمون تازه باز میشه باید حواسمون به حرکت فیکش هم باشه. من نقاط مهمش رو اینجا براتون مشخص کردم. ببینید یه دونه لیکویدیتی ما اینجا داریم. خب این لیکویدیتی این پایین رو داریم و حالا یه ریجکتی هست اینجا. حالا نگاه کنین اینو ببین، یه بار به اینجا برخورد داشته، برگشته قیمت. الان دوباره برخورد داشته، برگشته قیمت. اما این ناحیه چیه؟ ببین اینجا رو من برات مشخص کردم، حالا اگه برات واضح باشه چون قیمت روشه. این ناحیه‌مون یعنی باید ما تایید و تثبیت بگیریم برای لانگ یا سل بودن. چرا؟ چون این ناحیه قویه، ناحیه مهمیه و توی ویکلیمون هم هست. اما نگاه کنین بالانس ویکلیمون کجا افتاده؟ ته این گپه. من فکر میکنم این حرکت باید فیک باشه. حالا میتونیم از این حرکت فیک یه لانگ ما بگیریم حالا البته که باید توی تایم پایین چکش کنیم، ولی ببینید طور کلی یه دید کلی بخوای به بازار داشته باشی، شما ویکلی رو ببین چقدر اینجا لیکویدیتی و گپ و اینا جا گذاشته. نصفش رو باید برات پر کنه تا بخواد بره بالاتر. ببین اینجا رو برخورد داشت، شادو کرد، برگشت. این نقاط مهم شما هنوز داریم. خب بریم تایم پایین تر ببینیم که برخورد به این قیمت ها چطوری بوده. خب ببین چیزی که بهت گفتم، برخوردا رو گفتم اینجا برخورد داشته، روی این خطه بود. نگاه کن 1 2 3 4 دفعه به اینجا برخورد داشته و از اینجا دوباره برگشت داده شده. بعد هر دفعه چطوری برگشت داده شده؟ ببین این دفعه اولشه، دفعات بعدی چقدر ضعیف‌تر بوده و اینجا این شادو بلند رو برامون گذاشته و برگشته. توی دیلی ببین گپ برامون نذاشته. خب فعلا داره یه بالایی رو برامون میزنه. بیشتر لیکویدیتی داریم تو دیلی، من مشخص کردم براتون. به نظرم بعد این بالا، یعنی این حالا درست قوی داره میره بالا، توی 4 ساعت اجازه بدین چکش کنیم. ببین شادو کرده، برگشته، شادوشو داره پر میکنه. اینجا یه شادو به این قیمت زده، اینا رو برامون زده. اینو باید پاکش کنیم دیگه. خب واکنش به این قیمت رو، به این ناحیه رو ببین. این یه بار از اینجا ریجکت شده، دفعه بعد قوی شکسته شده، همون رو برگشته، همون رو داره برمیگرده. ولی ببین اینو داره قوی میشکونه ها. خب چون نمیتونیم 4 ساعت صبر کنیم، توی 2 ساعت چکش میکنیم. هنوز کندل 2 ساعتمون هم بسته نشده. اگه یه کندل دیگه اینجا ببنده دیگه 100 میره این لیکویدیتی های این بالا رو بزنه، کامل اینا رو میره تاچ میکنه. اینجا ببین FVG داره اصلا توی 2 ساعت اینا رو باید برامون تاچ کنه. ولی خب حالا من اینا رو روشن کنم براتون که دید کلی داشته باشیم، نقاط مهم برامون مشخص بشه. ببین اینجا لیکویدیتی داریم، اینجا داریم، اینجا داریم و همش هم لیکویدیتی های 2 ساعت هست. این اگه بیاد بالا اینا رو راحت میزنه. خب چیزی سر راهش نیست. این 2 تا ناحیه هست که حالا برخورد بهشون هم بدک نبوده، ولی ببین قوی داره میاد بالا. خب 1 ساعت چی داره؟ ما ستاپ اینو نرسیدیم دیگه بگیریم. خب توی این لگ اینطوری قوی داره میره بالا، وسط لگ نمیشه ستاپ باز کنی.
باید صبر کنیم. به نظر من صبر کنیم این بالایشو بزنه. این یه برگشت داره، این نهایت میخواد تا اینجا بیاد بالا دیگه. خونه پرشه دیگه اینجا. خب هیچی دیگه سر راش نیست. همه چی روشن کردم همه رو. آها آره. ببین این اگه بیاد بالا تا اینجا یه واکنش به این میده، میاد این لیکویدیتی رو میزنه. اما اگه حرکتمون فیک باشه و برگرده که حالا با این قدرتی که داره میره بالا بعید میدونم. فعلا اینجا نمیشه ستاپ گرفت. حالا اگه بشه من توی کانال میذارم، سیگنال رو بهتون میدم. ولی خب فعلا نمیشه گرفت. به قولی دیر رسیدیم دیگه. ما از کجا باید ستاپ رو میگرفتیم؟ کجا بهمون ستاپ داده بود؟ اینجا. مثلا روی این خط میتونستی ورود بزنی. ببین قشنگ فرصت ورودم بهت داده. روی این خط میشد ورود بزنی. ورودمون رو اگه اینجا میذاشتیم میشد یه همچین چیزی دیگه. حالا کفش، یعنی در بدبینانه ترین حالت. مثلا خواستی اسئلت هم دیگه خیلی میشد یه همچین چیزی. ولی خب نرسیدیم بهش و اما تحلیلشو داشتیم. حالا ببینیم چطوری پیش میره و برگشتشو میتونیم بگیریم. در مورد ستاپ اتم هم که بهتون گفتم که با هم چک کنیم. آها ببین این ستاپی که دیشب روی اتم داشتیم، من دیگه زمانی که خواستم بخوابم تیپی 1 رو روی این لیکویدیتی 4 ساعته گذاشته بودم. تیپی 2 هم اینجا بود، اینم که فول تیپیم بود. تیپی 2 خورد، من دیگه فکر کنید اینجاها بازار اینجا بود بیدار شدم. ساعت 5 صبح اینا بود دیگه. اینجا کامل بستمش، کامل اومدم از معامله بیرون. ولی تیپی 2 رو سیو سود خب من ذخیره کرده بودم. تیپی 2 خورده بود، سیو سود شده بود و حالا بعد که میرفت اسل میشد. ولی خب من اینجا بستمش. اگرم که تیپی بندی داشتیم خب سودش رو گرفته بودیم دیگه. مرسی که با من همراهی. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.